از شهر خوجند به زیارت خانه خدا در سال 2022 45 نفر سفر بر کرده شدند. از بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های مقامات اجرایی کمیته دولتی شهر خوجند اطلاع دادند که حجت گذاری نفرانی که به سفر حج روانند آماده کرده شده. سنه 20 میلیون سال روان اولین گروه زائرین تاجیک برای ادای حج فرضه به عربستان سعودی سفر کردند. مبلغ‌های سفر که طبق طلبات خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق شده است. مبلغ آن امسال 60520 سامانی را در بر میگیرد و مردم علاقه تمام در قلمرو جمهوری شهرنامه‌ها مبلغ را پرداخت کرده. بالوروی نرخ سفر حج از گرانشوی سوزشواری و بالوروی قرب دلار ایالات متحده آمریکا وابسته است، میگوید محسن میرکمالوف، مدیر بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های مقامات اجرایی کمیته دولتی شهر خوجند. طبق معلومات سامانه ازیا پلیس مبلغ سفر زائرین با دلار ایالات متحده آمریکا با 5350 دلار راست می آید. این نشان داد نسبت به سال 2019 تقریبا 25000 سامانه زیاد می باشد. 3 سال پیش زائرین تاجیک با پرداخت 35000 سامانه یعنی با دلار ایالات متحده آمریکا 3750 دلار به سفر حج می رفتند. در حقیقت در این سال مبلغی و نسبت است 2 سال قبل گرانتر شدگی، چونکه 2 سال قبل خواهیم ما نظر میدانیم که خودی در جهان هم کرسی مبلغ ها یعنی با که امروز به اساساً به مبلغ دلار آمریکایی در دنیا چی میکند فرق میکند و خدمت رسانی که امروز در دولت شاهرگری عربستان سعودی شکلی شما قید کردید البته و این راهگیرا یعنی سوزشواری که امروز در جهان بالا رفته ایستاده است البته تیکه پاک تاثیر میرسانند. از بخش دین تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های مقامات اجرایی کمیته دولتی شهر خوجند اطلاع دادند که سال 2020 حجت گذاری زائرین برای زیارت خانه خدا همه جانبه آماده بود. آنها به دوشنبه سفر نموده بودند، ولی گذراندنی سفری های عصبی که ما شما ناز میدانیم که علاقه مهم مای یک سرشوی بلندی بیماری کووید 19 در تمام جهان از جمله در جمهوری ما هم پهن گردیده. این خیلی یک وسیع پهن گردی بنابر همین سفری حج ماننده شده بود یعنی سال 2020. باید گفت که 2 سال قبل یعنی در سال 2020 کوتایی که برای سفر زائرین به سفر حج جدا کرده شده بود از تاجیکستان 6000 نفر را تشکیل میداد، ولی این نشانداد حالا 50% کم گردیده است. شاهرگری عربستان سعودی امسال البته نسبتا سالهای قبلی که شدت پس شدگی اجازه دادگی لیکن به معیاری کم یعنی کوتی که جهان بمیشد امسال همگی ما چخیلی که در اساس اخبار اومده در 1 میلیون برای تمام جهان جدا شدگی. از سبب اوج بیماری کرونا ویروس در مرحله دوم سال 2021 نیز سفر به زیارت خانه خدا بسته شده بود. باید گفت که مسئله مذکور در جلسه ستاد جمهوری حج 2022 تحت راهبری معاون سروزیر مملکت مهمه سال جاری بررسی گردیده. همه طلبات‌هایی که از جانب مسئولین عربستان سعودی معین کرده شده است رسانیده شد. گفته شد که کمیته دین باید در اساس طلبات‌ها، محدودیت‌ها و امکانات‌های از جانب مسئولان عربستان سعودی ارسال کرده شده است عمل نمایند. گزارش سید مختار سید انور، نعیم جان ایوب برای برنامه اطلاعاتی خبر.